داستان تقدیر قسمت 16. شنونده های عزیز، سلام بر شما. امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. در قسمت 15 داستان شنیدیم که عمران با بیرحمی زیاد صحرا را لطکوب کرد. حتی صحرا خونریزی بطنی داشت و دکتر برای عمران گفت که روده صحرا هم آسیب دیده است. بیاین که در این قسمت داستان بشنویم که چه اتفاقات میافته. با ما همراه باشید. با رفتن دکتر موبایل عمران زنگ خورد. دید علی است. جواب داد. علی پرسید کجا هستی رفیق؟ از مرگ ما گریزان هستی. عمران گفت هیچ پرسان نکو علی، شفاخانه هستم. صحرا حالش بد است. علی با نگرانی پرسید چرا؟ چی شده؟ عمران گفت اگر می توانی اینجا بیا. علی گفت کدام شفاخانه است؟ خود را می رسانم. عمران آدرس شفاخانه را گفت و تماس را قطع کرد. نیم ساعت نگذشته بود که علی به شفاخانه آمد. با دیدن عمران پرسید چی شده؟ ینگ خوب است؟ عمران گفت دکتر گفت که روده هایش آسیب دیده و خونریزی داخلی دارد. علی گفت او خدا رحم کند، ولی چرا قسم شده؟ عمران شرم زده گفت من لطوکوبش کردم. مرا با وحیده دید. من هم عصبانی شدم و این گونه شد. علی عصبی گفت تو و وحیده یک بد کردین. جزایش را چرا به صحرای بیچاره دادین؟ عمران گفت نمیدانم، بسیار عصبانی بودم. علی گفت عصبانی بودی باید خودت را میزدی، افگار میکردی، چون تو با وجودی که متأهل هستی با دختر دیگر دیده شدی. صحرا را با کدام مرد دیگر ندیدی که این گونه لطوکوبش کردی. عمران گفت مواظب حرفهایت باش علی. صدای زنگ تلفن حرفش را قطع کرد. تماس را جواب داد و گفت وحیده برایت نگفتم تا وقتی که من زنگ نزدم برایم زنگ نزن. چرا هیچ حرف در کله پوچت کار نمی کند؟ حالا هم قطع کن دختر احمق. و تماس را قطع کرد. علی گفت من هیچ حساب خودت را نفهمیدم. صحرا را دوست نداری، ولی وقت اسم او را با مرد دیگر آوردم عصبی شدی. وحیده را دوست داری، ولی این گونه همراهش صحبت میکنی. تو با خودت در جنگ هستی رفیق. عمران دست به موهایش کشید و گفت نمیدانم، راهم را گم کرده ام. من آدم نیستم که دست روی زن بلند کنم. ولی ببین کسی که در نکاح هم است امروز روی تخت شفاخانه انداختیم. درست است دوستش ندارم، ولی او همسرم است. 3 روز از عملیات صحرا می گذشت و در این مدت جز عمران و علی هیچ کسی به دیدنش نمی آمد، چون عمران به هیچ کس خبر نداده بود. روز 3 از شفاخانه مرخص شد و با عمران به خانه آمد. در این مدت نه عمران با او حرف می زد و نه صحرا می خواست با عمران حرف بزند. روزها می گذشت. رابطه عمران و صحرا همچنان سرد بود. عمران همچنان بعضی اوقات وحیده را با خود به خانه می آورد، ولی دیگر با صحرا کار نداشت. چند روزی بود که عمران حال خوش نداشت. تب با سرفه شدید داشت و در بدنش هم دانه های کوچک ولی دردناک پیدا شده بود. پیش هر دکتری که می رفت مرضش تشخیص داده نمی شد. خانواده‌اش هم از ترس این که این مرض ساری نباشد رفت آمد را با عمران قطع کرده بودند. وحیده هم از وقتی خبر شد عمران مریض است همیشه برایش بهانه می آورد. تنها کسانی که در این حالت کنار عمران بودند علی و صحرا بود. علی هم به خاطر کارهای دفتر نمی توانست زیاد به عمران سر بزند. 1 ماه از مریضی عمران می گذشت. با وجود دواهایی که دکتران به عمران می دادند باز هم هیچ تغییر در وضعیتش نمی آمد. تا اینکه دیگر عمران کاملا ناامید شد.
آن روز صحرا را نزد خودش خواست. گفت شاید من خوب شوم. شاید هم اصلا هیچ وقت خوب نشوم. ولی دیگر نمیخواهم تو کنارم عذاب بکشی. به علی گفتم برایت مقدار پول بدهد. به خانه مادرت برگرد. زندگیت را بساز. هر وقت خواستی از هم جدا می شویم. صحرا به سوی عمران دید و گفت من نمیتوانم تو را در این وضعیت ترک کنم. میدانم تو دوست نداری که من کنارت باشم. ولی چی بخواهی چی نخواهی من خانم این خانه هستم. تا وقتی صحتمند نشدی هیچ جا نمیرم. عمران گفت به خاطر اینکه دلت برایم میسوزد نمیری؟ صحرا جواب داد نه خیر. به خاطر نمیرم که قلبم برایم اجازه نمیدهد. دیگر لطفاً این موضوع را بسته کنیم. من میروم برای شب غذا بپزم. تو هم زیاد در مورد این موضوعات فکر نکن. بخیر صحتمند شوی وعده میدهم بدون هیچ قید و شرط میروم. از جایش بلند شد. عمران گفت تشکر صحرا. صحرا لبخندی زد و از اتاق بیرون شد. روز به روز وضعیت صحی عمران بدتر می شد و این برای صحرا هم ناراحت کننده بود. 4 ماه به همین منوال گذشت. صحرا برای عمران خانم دلسوزی بود و این دلسوزی صحرا بیشتر از هر چیز برای عمران آزاردهنده بود، چون همیشه ظلم‌هایی که در حق این خانم مهربانش کرده بود به یادش می آمد. یک شب عمران صحتش خیلی خراب شد. اصرارهای صحرا هم برای این که پیش دکتر بروند جایی را نگرفت. ساعت 2 شب بود. صحرا کنار عمران نشسته بود و دستمال روی پیشانیش را تازه گذاشت تا تبش پایین تر بیاید. عمران به سویش دید و گفت می توانم از تو خواهش کنم؟ صحرا گفت بله بگو. عمران گفت وقتی کودک بودم هر وقت مریض می شدم مادرم برایم قصه کلبچه را می گفت و مرا خواب می برد. اگر از تو خواهش کنم برایم قصه کنی می کنی؟ صحرا به سویش لبخندی زد و گفت زیاد به یادم نمانده ولی درست است. عمران گفت پس شروع کن. صحرا روی تخت کنار عمران نشست و شروع کرد به گفتن قصه. عمران چشمانش را بست و چهره صحرا را پیش چشمش دید که برایش لبخند میزند. چشمانش را دوباره باز کرد و چشم به چهره صحرا دوخت. اولین بار بود که متوجه می شد چقدر چهره صحرا زیبا و مهربان است. به چشمانش که برق میزد دید و گفت میدانی؟ تو برعکس چیزی که من فکر میکردم هستی. صحرا پرسید منظورت؟ عمران گفت تو خیلی زیبا هستی. صحرا قلبت به اندازه زیبا و مهربان است که هیچ کسی را به زیبایی تو ندیدیم. چشمانت وقتی که حرف میزنی برق میزند. من خیلی خوشبخت هستم. همیشه فکر میکردم اگر روز عروسی کنم خانمم خوشبخت است که من شوهرش می باشم. ولی حالا می گویم من خوشبخت هستم که تو کنارم هستی. صحرا که باورش نمی شد این حرفها را عمران برایش می گوید با دهان باز به عمران نگاه می کرد. عمران لبخند تلخ زد و گفت میدانم برایت سخت است باور این حرفهایم، چون کارهایی که من در حقت کرده ام خیلی بد بودن. آهسته دست صحرا را گرفت و ادامه داد ولی مرا ببخش. صحرا گفت حالا وقت این حرفها نیست و من هیچ وقت از تو ناراحت نبودیم که معذرت میخواهی. عمران گفت پس حال قصه را ادامه بده. میبخشی حرفت را قطع کردم. صحرا گفت درست است و دوباره شروع کرد به تعریف قصه کلبچه. هنوز قصهش تمام نشده بود که دید عمران به خواب رفته. دستی به موهایش کشید و آهسته گفت
لطفاً زود خوب شو. من دلم برای عمران مغرورم تنگ شده است. 10 روز از آن شب می گذشت که عمران روز به روز حالش بهتر شده می رفت و این بیشتر از همه صحرا را خوشحال ساخته بود. عمران هم با صحرا خیلی عادت کرده بود. می خواست او همیشه کنارش باشد به بهانه‌های مختلف. صحرا را در اتاق خودش می خواست و ساعتها از صحرا می خواست برایش قصه بگوید. حس عجیب نسبت به صحرا در دلش پیدا شده بود. حتی وقتی صحرا تا آشپزخانه هم می رفت دلش تنگ می شد تا اینکه بالاخره عمران کاملا صحتمند شد و مثل گذشته به کارهای روزمره‌اش رسیدگی می کرد. در این مدت رفتارش به صحرا خیلی خوب شده بود. احساس می کرد عاشق صحرا شده است ولی نمی دانست چگونه این حسش را به صحرا بگوید. 1 ماه از صحتمند شدن عمران می گذشت. در دفتر نشسته بود که علی داخل اتاقش شد. عمران با دیدن او از جایش بلند شد. همدیگر را به آغوش کشیدند. علی گفت شکر صحتمند شدی رفیق. خیلی به تشویشت بودم. عمران گفت سلامت باشی برادر. خداوند از تو و صحرا راضی باشد که کنارم بودین. علی گفت اما مجبور شدم به سفر بروم. نتوانستم روزهای آخر کنارت باشم. عمران گفت سفر کاری بود، به ساعتگیری نرفته بودی. تشکر رفیق. کارهای دفتر را به خوبی پیش بردی. با هم روی مبل نشستند. علی گفت سلامت باشی رفیق جان. چطور هستی؟ حال کاملا بهتر شدی؟ عمران گفت خداوند از صحرا راضی باشد. مثل یک مادر دلسوز از من مواظبت کرد. اگر صحرا نمی بود مطمئن باش بهتر نمی شدم. تا زنده هستم خوبیش را فراموش نمی کنم. علی گفت واقعا صحرا خیلی دختر خوب است. واقعا من هم به قلب مهربانی که دارد حیران ماندم. با تمام بدیهایی که در حقش کردی باز هم کنارت ماند. عمران از جایش بلند شد. به سوی کلکین اتاقش رفت و گفت احساس می کنم عاشقش شده ام. علی با تعجب پرسید مطمئن هستی؟ عمران گفت بله رفیق. اولین بار است در زندگیم به کسی بیشتر از خودم اهمیت قائل هستم. همیشه به او فکر می کنم. به سوی علی دید و ادامه داد خودت می دانی تا حال هیچ وقت عاشق کسی نشده بودم ولی احساس می کنم عاشق صحرا شده ام. بگذار درستش کنم. احساس نمی کنم بلکه مطمئن هستم. علی با خوشی گفت صحرا واقعا لایق این احساس پاکت است. تو دختر درست را انتخاب کردی. عمران گفت کاش من هم لایق او باشم. امروز میخواهم در مورد احساسم به او بگویم. دعا کن قلبش برایم پاک شده باشد. خیلی برایش بد کرده ام. علی گفت تشویش نکن. صحرا دختر با دل پاک است. مطمئن هستم تو را بخشیده است. شب عمران دستگل سرخ گرفت و به سوی خانه رفت. همین که دروازه را باز کرد صحرا را صدا زد. صحرا از آشپزخانه بیرون شد و گفت سلام بخیر آمدی؟ عمران دستگل را به سویش دراز کرد و با صدایی که می لرزید گفت دوستت دارم صحرایم. صحرا گفت چی؟ عمران دوباره گفت دوستت دارم خانم مهربانم. صحرا که باورش نمیشد این حرف را شنیده گفت اگر قصد اذیت مرا داری این اصلا شوخی جالب نیست. عمران گفت به خدا که شوخی نمی کنم. واقعا دوستت دارم. عاشقت شدیم. اگر امکان دارد به خاطر بدیهایی که در حقت کردیم مرا ببخش و مرا به غلامیت قبول کن. صحرا مات و مبهوت به او چشم دوخته بود. باورش نمیشد. عمران که دور و پیشش پر از دختران زیبا است چطور به او دل بسته است. با خودش گفت شاید بالایم رشخندی می کند. در همین لحظه او را محکم به آغوش گرفت و گفت
میدانم برایت باورش سخت است. عمران که جز بازی با احساسات دختران کار ندارد، این گونه برایت از عشقش میگوید. ولی قسم خوردم که دوستت دارم صحرا. هر کار میکنم که تو هم عاشقم شوی. شاید از من متنفر باشی، ولی بدان آنقدر برایت محبت بدهم که حس تنفرت به عشق مبدل شود. صدای عمران می لرزید. صحرا از آغوشش بیرون شد. به چشمان عمران دید که اشک‌آلود بودند. با دستش چشمهای عمران را پاک کرد. خب شنونده های عزیز شهر باران، این بود قسمت 16 داستان تقدیر. اگر از داستان خوشتان آمد حتما چینل را سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید، در ضمن زنگوله را هم فشار دهید تا اولین کسان باشید که از نشر ویدیوها و محتویات شهر باران با خبر شوید. تا درودی دیگر، مواظب زیبایی هایتان باشین. بدرود.